تکلیفی که امروز میخوایم بهش بپردازیم جستجوی دیداری یا ویژوال سرچ هست و از طریق نرم افزار سایکوپای میخوایم امروز یک چنین آزمایش رو با همدیگه بسازیم و از ابتدا ببینیم که چه فرآیندهایی برای ساخت یک همچین آزمایشی نیاز هستن. توی این نوع آزمایش ها معمولاً از شرکت کننده خواسته میشه که در بین تعداد زیادی از محرک‌های مزاحم یک محرک هدف رو شناسایی کنه. در واقع توی این آزمایش ما تعدادی یک یا چند محرک هدف داریم و تعدادی دیسترکتور یا حواس پرت کن یا به تعبیری محرک مزاحم داریم که شرکت کننده بعد از بین اونها محرک هدف رو پیدا کنه. و مشخصه که توی یک چنین تکلیفی علاوه بر این که ما باید بدونیم که آیا ماوس کلیدش فشار داده شده یا نه، باید همچنین بدونیم که نقطه‌ای که به عنوان پاسخ انتخاب شده روی صفحه آیا جزء محرک‌های هدف بوده یا نه. در واقع پس به هم پوزیشن موس نیاز داریم و همین که آیا کلیک شده یا نه. مثال‌های مختلفی از این نوع آزمایش وجود دارن که در بستر در واقع نظریه تشخیص سیگنال قرار میگیرن. ما خیلی از مواقع هست که توی شرایطی قرار داریم که تعداد محرک‌های محیطمون زیاده و از بین این محرک‌ها قراره که یک محرک رو به عنوان محرک هدف انتخاب بکنیم. نمونه‌های عملیش مثلا حیوانی رو در نظر بگیرید که از بین محرک‌های مختلف قراره که محرک هدفش که غذا هست رو انتخاب بکنه. یا توی مثلا یک بستر اجتماعی فرض کنید تعداد زیادی افراد وجود دارن که از بین اونام شما میخواید اون کسی رو که هدفتون هست مثلا دوستتون رو پیدا بکنید و کاربردهای خیلی زیاد دیگه که توی بسترهای مختلف ازشون استفاده میشه. پس در واقع ما تکلیفی داریم که حالتهای مختلفی رو میسنجه. از جمله یکی از شرایطی که من قبل از اینکه ادامه بدم بحثمو بگم، امروز اینترنت ثابتم مسئله داشت و الان از طریق موبایل وصل هستم و احتمالا اگر تماسی چیزی کسی بگیره ممکنه که اینترنت قطع بشه. ممنون میشم همون لحظه به من اطلاع بدید که من برگردم و مبحث بعدی رو اگر جا افتاده و شما نشدید خدمتتون بگم. خب توی حالتهای مختلفی میشه محرک‌های هدف رو شناسایی کرد. از جمله این که مثلا ممکنه یک محرک هدف از نظر ظاهری شباهت خیلی زیادی داشته باشه با تعدادی محرک مزاحم. مثلا حرف M رو در نظر بگیرید که توی یک چنین بستری قرار میگیره با تعدادی حرف نزدیک به اون حرف از نظر ظاهری و از نظر فیزیکی. خب در چنین شرایطی پیدا کردن محرک هدفی مثل M اینجا تا اندازه میتونیم بگیم نسبت به کاندیشن یا حالت دیگه‌ای که محرک‌های مزاحم یا دیسترکتورها از نظر ویژگی ظاهری کاملا متفاوت باشن نسبت به محرک هدف، اینجا زمان واکنش بیشتری رو شرکت کننده نیاز داره. مثلا تا وقتی که تعدادی حرف آی داریم و قرار از بین این حروف حرف ام رو شرکت کننده پیدا کنه، تو این حالت انتظار داریم که خیلی سریعتر محرک هدف انتخاب بشه. پس بنابراین کاندیشن های مختلف آزمایش میتونن شرایط سختی متفاوتی رو داشته باشن و بر همین اساس آزمایش ما کاندیشن ها و شرایط مختلفی رو داره. کاری که امروز قرار انجام بدیم اینه که با استفاده از ویژگی پلیگون یا همون چند ضلعی توی نرم افزار سایکوپای محرک‌های هدف و محرک‌های دیسترکتور رو به برنامه شناسایی کنیم و از شرکت کننده بخوایم که به محض دیدن محرک هدف فقط روی اون محرک هدف کلیک بکنه. فرض کنید که محرک هدفی که برای آزمایش در نظر گرفتیم دایره ها هستن، یعنی به محض اینکه فرد دایره ای رو دید روی صفحه باید روی این محرک کلیک کنه. پس بنابراین این دو حالت میشن محرک های هدف ما. در تعدادی از شرایط محرک هدف همرنگ با محرک های دیسترکتور، یعنی فرض کنید این محرک هدف ما به رنگ مشکی ارائه میشه و تعدادی دیسترکتور هم داریم
مثل مثلا مثلث های مختلف که اینها ارائه میشن ولی رنگ این دوتا شبیه همه، در صورتی که محرک هدف به رنگ مشکی باشه و هیچ دیسترکتوری روی صفحه نمایش نداریم، انتظار داریم که پاسخ شرکت کننده خیلی سریع باشه، عین همون حالت قبلی که گفتیم. اما هر چقدر تعداد این دیسترکتورها زیاد بشن، یعنی توی مثلا یک کاندیشن ممکنه فقط یه دونه دیسترکتور داشته باشیم، این میشه کاندیشن باز نسبتا ساده. و همینطور اگر تعداد دیسترکتورهامون رو بیشتر کنیم، مثلا اینجا به 4 تا دونه افزایشش بدیم، با توجه به رنگ یکسانی که اینها دارن احتمال میدیم که پاسخ شرکت کننده کمتر بشه. اما در مقابل یه شرایطی رو در نظر بگیرید که رنگ محرک هدف قرمزه. در چنین شرایطی اگر قرمز باشه و به صورت تک افتاده ارائه بشه، باز هم در این شرایط انتظار داریم که شرکت کننده پاسخ سریعی رو بده. منتها علاوه بر این، اگر که رنگ محرک هدف قرمز باشه، یعنی متفاوت با محرک های دیسترکتور ما باشه، با این شرایط هم با وجود اینکه دیسترکتور وجود داره، به دلیل اینکه محرک از نظر ویژگی های فیزیکی، از نظر علاوه بر اینکه حالا تعداد ابعادش متفاوته، تعداد ضلعاش مثلا متفاوته، از نظر ویژگی فیزیکی دیگه مثل رنگ هم متفاوته. پس در این صورت به اصطلاح گفته میشه که اینجا محرک پاپ اوت میشه و در واقع برجسته تر از بقیه محرک ها به نظر میرسه. پس اینجا فارغ از این که تعداد محرک های دیسترکتور چند تا باشن، این محرک هدف به سادگی شناسایی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این رنگ برجسته به راحتی میشه توی سیستم بینایی تفکیکش داشت از بقیه محرک ها و به سادگی شناسایی میشه. اگر که بخوایم ببینیم این آزمایش ما به چند تا روتین در واقع بر اساس اصطلاحات سایکوپای نیاز داره، دقیقاً عین حالتهای قبلی ما کاری که باید بکنیم اینه که یک روتینی برای شروع برنامه اجرا کنیم که با عنوان اینستراکشن میشناسیمش. پس این قسمتش شبیه کاری که تا الان انجام دادیم، منتها اینجا به جای که مثلا از صفحه کلید استفاده کنیم، ممکنه بخوایم از همون موس استفاده کنیم. پس پاسخ رو از طریق موس میگیریم، پاسخ شروع آزمایش رو از طریق موس میگیریم. علاوه بر این یک فیکسیشن پوینت خواهیم داشت. پس اگر من بخوام این رو به صورت زمانی اینجا ترسیم کنم، دیاگرام نمادین تکلیف ما میشه که همچین چیزی، یک علامت تثبیت خواهیم داشت و بعد ترایال های مختلفی که کاندیشن های مختلفی دارن. کاندیشن ها میتونن این باشن که فقط یک محرک هدف ارائه بشه، یک محرک هدف به علاوه مثلا یک دیسترکتور، یک محرک هدف به علاوه 2 تا دیسترکتور و به همین ترتیب کاندیشن ها اون اضافه میشن. و بعد کار شرکت کننده اینه که وقتی که ترایال ظاهر شد، علامت تثبیت رو دید و ترایال اصلی، اون محرک اصلی ظاهر شد، با موس بیاد و روی محرک هدف کلیک کنه. پس این میشه دیاگرام اصلی آزمایش ما و همینطور به همین ترتیب این حلقه تکرار خواهد شد به تعداد کوشش هایی که داریم. من برای اینکه هم وقتی که بعداً قراره که یک چنین ویدیو رو ببینین و از ابتدا مراحل رو با هم دیگه پیش بریم، مثل جلسات قبلی مراحل رو از ابتدا شروع میکنم و یک چنین تکلیفی رو با هم دیگه مینویسیم. برای شروع طبق کاری که تا الان انجام میدادیم، این کافیه که یک پوشه جدید بسازید توی دسکتاپتون به اسم ویژوال سرچ، جستجوی دیداری، که قرار کاندیشن فایلمون و همینطور فایلای سایکوپای توی اون ذخیره بشن. پس اولین کاری که کردیم ساخت پوشه روی دسکتاپ هست و ترجیحاً برای شروع کار فایل سایکوپایمون رو هم توی همون پوشه ذخیره میکنیم، فایل سیو از.
دسکتاپ ویژوال سرچ، اسمش رو میذاریم ویژوال سرچ. اولین روتینی که قراره بسازیم روتین توضیحات دستورالعمل هست. اینا رو دیگه فکر میکنم چون باهاش آشنا هستیم من سریعتر این مرحله رو پیش میرم، شما هم با من همراه بشید لطفاً. اسمتون رو میذارم اینستراکشن، یک متن اینفینیت میذارم، پس بنابراین دیوریشنش میشه به صورت بی نهایت. متنی که در نظر میگیریم یک توضیحاتی هست راجع به خود آزمایش. مثلا از شرکتخانه میخوایم که کلیک کنه فقط دایره ها رو، فقط وقتی که دایره دید کلیک کنه. بعد برای شروع هم ازش میخوایم که کلیک بکنه تا برنامه آغاز بشه. این چیزیه که قبلا هم داشتیم. اوکی رو میزنیم. اینجا متنمون اضافه شد. مرحله بعدی اینه که از ماوس استفاده کنیم. میخوایم وقتی که قرار آزمایش شروع بشه با کلید چپ ماوس این اتفاق بیفته. اگر توی بخش کامپوننت های محبوبتون گزینه ماوس وجود نداره، میتونید اون رو از بخش زبانه ریسپانسیز اینجا انتخابش بکنید و اگر میخواید راست کلیک کنید و به فیوریتتون به این بخش اضافه بکنید. من اینجا ماوس رو کلیک میکنم. خب توی مؤلفه ماوس اتفاقاتی که میفته خیلی شبیه به همون کارهایی هستن که برای کیبورد انجام میدادیم. اینجا اسمش رو میذاریم ماوس اینستراکشن. زمان رو هم دیوریشنش رو میذاریم تا وقتی که خود شرکت کننده تصمیم بگیره آزمایش رو شروع بکنه. توی بخش end routine on press، این بخشی که توی زبانه بیسیک وجود داره، اینجا گزینه any click رو میذاریم باشه به همین حالت پیش فرضش. و با توجه به اینکه ما توی این روتین خاص، توی روتین شروعیمون نیازی نداریم که دیتایی رو ذخیره بکنیم، این گزینه‌ای که توی زبانه دیتا هست و به عنوان Save Mouse State شناخته میشه، ما دیگه نیازی به ذخیره کردن هیچ ویژگی از ماوس مثل پوزیشنش یا مثل اینکه کلیک شده یا نه نداریم که اونجا با تو در واقع فایل نهاییمون با داده های اضافی مواجه بشیم. پس بنابراین بهتره که اینجا Save Mouse State رو به حالت never تغییر بدیم. ما هیچ حالتی از ماوس رو اینجا واقعا نیازی نداریم. و یک گزینه دیگه هم وجود داره توی بخش New Clicks Only که ترجیحاً این گزینه رو باید به صورت فعال شده در نظر بگیرید. من یه توضیحی راجع به این بدم که اصلا این به چه دردی میخوره. احتمالاً دوستانی که با نرم افزار ورد کار کردین دیدین که وقتی که خیلی از مواقع شده وقتی که دارید جمله رو تایپ میکنید یا کلمه رو مینویسید، این کلمه چند میلی ثانیه با تأخیر، خیلی از وقتا به دلیل اینکه ممکنه سیستم نرم افزاری دیگه باز باشه و حافظه کش سیستمتون درگیر پردازش های مختلف باشه، یک تأخیری وجود داره بعد از تایپ کردن تا اینکه شما کلمه رو روی نرم افزار ورد ببینید. در اصل اتفاقی که میفته اینجا اینه که حروفی که شما در حال تایپ کردنش هستید توی نرم افزار ورد در حین تایپ شدن توی یک بافر یا یک حافظه موقت سیستم قرار میگیره و اونجا ذخیره میشه تا زمانی که پردازش های اضافی تموم بشن و بعد سیستم عامل اون رو از بافر میکشه بیرون و منتقل میکنه به نرم افزار ورد. پس درسته که این کلیدهایی که فشار داده شدن روی صفحه کلید شناسایی میشن، اما بالاخره باید توی یک صفحه با
الان چطوره؟ ممنونم. تا کجا بودیم؟ بسیار خوب، ممنون. اگر یه موقع قطعی کاملم داشتین لطفاً به من از طریق تلفن اطلاع. خیلی خوب. گزینه نیو کلیک رو داشتم میگفتم که خیلی از مواقع ممکنه که اطلاعات توی بافر ذخیره بشن و این اتفاقی که توی سایکوپای هم میفته. یعنی اگر شرکت کننده ما در طول یک روتین بیاد و کلید موس رو فشار بده و اگر مؤلفه موس، اون کامپوننت موس بارگذاری نشده باشه، اون دگمه‌ای که فشرده شده، اون کلیکی که شرکت کننده کرده توی بافر سیستم ذخیره میشه و نباید این اتفاق بیفته. اتفاقی که باید بیفته اینه که اول مؤلفه کامپوننت فراخوانی بشه توی سایکوپای، یعنی سیستم سایکوپای مطمئن بشه که مؤلفه ماوس فراخوانی شده و بعد پاسخهای کلیک رو ذخیره کنه و دیگه اون اتفاق نیفته که توی بافر ذخیره بشه و بعد از چند میلی ثانیه این رو از بافر بخواد بخونه و توی سایکوپای ثبت کنه. پس یعنی توی یک چنین شرایطی اون اتفاقی که توی نرم افزار ورد میفته نباید اینجا بیفته، چون اینجا از نظر زمانی خیلی اهمیت زیادی دارن داده هایی که ثبت میکنیم. پس این گزینه نیو کلیکس اونلی رو میزنیم که کلیک های موس توی شرایطی که پردازش های سیستم سنگین هستن توی بافر ذخیره نشن و بعد از بافر بیان بیرون و بعد ثبت بشن و فقط کلیک هایی ثبت بشن که بعد از فراخوانی مؤلفه کامپوننت موس قابلیت ثبت شدن دارن. این کلیک رو برای این بعد اینجا شما انتخاب کنید. در واقع این کلیک مانع از این میشه که اطلاعات برن توی بافر ذخیره بشن، یعنی بافر همیشه به صورت تمیز شده باقی میمونه تا در لحظه محرک‌ها پاسخ‌ها بتونن ثبت بشن. خب تا اینجای کار فقط یه متن داریم و یه دونه پاسخ موس که آزمایش رو قرار شروع کنیم. خب یه سوالی من دارم، به نظرتون اگر که من دوست دارم که پاسخ بدن دوستان، اگر که قرار باشه چنین آزمایشی رو بسازیم با استفاده از کدوم یکی از ویژگی هایی که تا الان از محرک ها میدونیم میشه کاری کرد که توی کاندیشن های مختلف این محرک های دیسترکتور یا ظاهر بشن روی صفحه یا مخفی بشن یا مخفی بمونن روی صفحه. ویژگی های مختلفی رو در رابطه با محرک های مختلف گفتیم، از جمله محرک پلیگون یا چند ضلعی و همینطور محرک هایی که از نوع ایمیج هستن. به نظرتون چه ویژگی از این محرک باید تغییر بکنه که توی بعضی از کوشش ها ظاهر بشه و توی بعضی از کوشش ها پنهان باقی بمونه؟ کسی نظری نداره با توجه به این چیزایی که تا الان میدونیم؟ هر چیزی به ذهنتون میرسه لطفاً پیشنهاد بدید. جزء ویژگی هایی هست که گفتیم در رابطه با محرک بین عدد 0 و 1 قرار میگیره، یعنی باید یکی از پراپرتی های محرکمون رو یا در وضعیت 0 قرار بدیم یا در وضعیت 1. صدای من رو داری؟ خیلی خب. قابلیتی که باید توی محرک ها تغییر پیدا بکنه همون ویژگی اوپاسیتی هست که گفتیم باعث میشه که محرک یا به صورت کامل نمایش داده بشه روی صفحه، که گفتیم مقداری که میگیره 1 هست در این صورت، و در صورت که محرک کاملا قرار از صفحه محو بشه مقدار 0 رو میگیره. پس در اصل ما ویژگی هایی که باید از محرک های دیسترکتورمون
دستکاری بکنیم توی کاندیشن های مختلف، این اوپاسیتیشه. یعنی اوپاسیتی اینا به صورت تصادفی یا باید 0 باشن یا باید 1 باشن توی کاندیشن های مختلف. و همونطور که جلسه قبلی عرض کردم اگر عددی بین اینها باشه، مثلا نیم بذارید اینجا، اون ویژگی های شفافیت محرک بین 0 و 1 قرار میگیره. پس در اصل قراره که اوپاسیتی رو تغییر بدیم. اجازه بدیم ببینیم که کاندیشن های آزمایشمون چی میتونن باشن. باز دوباره برید توی پوشه ویژوال سرچ و یک فایل اکسل بسازید. اینجا میخوایم ویژگی های محرک، ویژوال کاندیشن، ویژگی های دیداری محرک رو ببینیم که چه شرایط مختلفی خواهند داشت. اکسل رو باز کنید لطفاً. خب همونطور که ابتدای جلسه هم گفتم، ما محرک های هدفمون از نوع محرک سیرکل هستن و محرک های دیسترکتورمون از نوع مثلثی که توی کاندیشن های مختلف برای شرکت کننده ارائه میشن. محرک هدف همونطور که گفتم رنگش عوض میشه، یعنی میتونه به رنگ قرمز باشه توی بعضی از شرایط، توی بعضی از شرایط دیگه میتونه به رنگ مشکی باشه. پس در اینجا ما لیبلی که نیاز داریم تارگت کالر هست، میتونیم اینجا اسمش رو بذاریم تارگت کالر. اصلا توی کاندیشن بلک و توی کاندیشن دیگه قرمز قراره باشه. و به این صورت شرایط اتفاق میفته که ما از تعداد 0 تا 4 تا دیسترکتور یا حواس پرت کن داریم. پس بنابراین یک متغیر دیگه میذاریم اینجا به اسم دیسترکتور که توی حد اکثر تعدادش 8 تا دونه دیسترکتور میتونیم داشته باشیم و به همین ترتیب این تعداد میتونن 4 تا دونه و به همین ترتیب اینا میتونن تغییر کنن. 4 تا دیسترکتور، 3 تا دیسترکتور، یه دونه و هیچ. پس تعداد دیسترکتورها توی هر کاندیشن میتونن فرق کنن. الان کاندیشنی که ما اینجا داریم این اتفاق براش میفته. محرک هدف دایره توی نقطه‌ای از صفحه ارائه میشه، توی پوزیشنی از صفحه به همراه 4 تا دیسترکتور و مجددا همین اتفاق برای حالتهای دیگه میفته. محرک هدف سیاه با 3 تا دونه دیسترکتور، سیاه با 2 تا دیسترکتور، سیاه با 1 دونه و محرک سیاه به صورت تک افتاده. پس تارگت کالر ما اینجا در ترکیبی از تعداد مختلفی از دیسترکتورها یا حواس پرت کنها قرار میگیره. علاوه بر این یه محرک هم داریم هدف که قرمزه و قرمز میتونه با 4 تا دیسترکتور باشه و به همین ترتیب ادامه ماجرا. پس من اینجا این بخش رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. پس محرک هدف قرمز باشه با 4 تا دیسترکتور، با 3 تا دیسترکتور و به همین ترتیب الی آخر با هیچ دیسترکتور. الان اگر بخوایم از نظر دشواری و آسانی و سختی بیایم کوشش های مختلف رو در نظر بگیریم، سخت‌ترین کوششمون میشه این. وقتی محرک هدف مشکیه، دیسترکتورها که خودشون مشکی هستن و 4 تا دیسترکتور داریم. و ساده ترین حالت میشه این یکی، محرک هدف تک افتاده به رنگ قرمز. چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که زمان واکنش توی این دوتا بیشترین اختلاف رو با هم دیگه داشته باشه. خب این آیا کافیه؟ به نظر میرسه که ما یه چیزای دیگه رو هم باید دستکاری کنیم، یعنی اوپاسیتی ها رو باید دستکاری کنیم. اگر که 4 تا محرک رو در نظر بگیرید با 4 تا دونه اوپاسیتی، پس در واقع 4 تا ستون داریم که هر کدوم اینا اوپاسیتی متفاوتی دارن. اینجا اوپاسیتی 1 رو مثلا اگر در نظر بگیرید، این علامت به علاوه اینجا به ترتیب میریم جلو تا 4 تا دونه خواهیم داشت. 4 تا محرکن که هر کدومشون آشکار بودن یا آشکار نبودنشون به اعداد 0 و 1 طبق اون چیزی که گفتیم مشخص میشه. توی این کاندیشن خاص بلک محرک هدف دایره سیاه رو داریم، 4 تا دیسترکتور. پس چون 4 تا دیسترکتور باید ظاهر بشن، بنابراین اوپاسیتی همه محرک های دیسترکتور باید 1 باشه. پس من اینجا همه رو چی میذارم؟ 1 میذارم. توی حالت بعدی 3 تا از اینا
باید 1 باشن. پس این 1 1 1 اینجا میشه 0. امیدوارم که منطق این ماجرا رو درک کرده باشه. اینجا باز 2 تاشون فقط باید روشن باشن و 2 تا دیگه‌شون باید خاموش باشن. توی حالتی که دیسترکتور یه دونه داریم، یکیش روشنه و بقیه خاموش میمونه. توی حالتی که هیچی دیسترکتور نداریم، همگی اوپاسیتی 0 خواهند داشت. پس اینجا هم ما مقادیر که داریم همه عدد 0 رو میگیره و همین الگو برای محرک‌های رنگ قرمز، محرک‌های هدف رنگ قرمز هم تکرار میشه. پس من یه تیکه رو کپی میکنم. اگر اینجا خطایی داره و من اشتباهی رو وارد کردم، لطفاً به من اطلاع بدین. اینجا 4 تا محرک همه باید ارائه بشن. اینجا 3 تا دیسترکتور، اینجا 2 تا، اینجا یه دونه و اینجا هم 0. پس اینا میشن شرایط، در واقع کاندیشن های مختلف آزمایش ما. اگر بخوایم هر کدوم از این ترایال ها یک بار اجرا بکنیم، در مجموع میتونیم بگیم که 10 تا دونه ترایال داریم با این ویژگی ها: محرک هدف با تعداد متفاوتی از اوپاسیتی. در رابطه با این فایل کاندیشن آیا سوالی هست؟ و اگر روشنه پاسخورد بدید تا بریم سراغ ادامه کارمون. بسیار خب، پس تا اینجا فایل کاندیشنمون رو ساختیم و متوجه شدیم که هر کدوم از این ستون ها چه معنایی رو میتونن داشته باشن. خب برگردیم به سمت خود بیلدر سایکوپای. اینجا اتفاقی که میفته اینه که ما هنوز این اینستراکشن رو نذاشتیم. من هنوز اینستراکشن رو نذاشتم. اینستراکشن میاد قبل از در واقع ترایال قرار میگیره و این ترایال اصلی ماست. کاری که تو این مرحله باید انجام بدیم اینه که یک حلقه اینجا بذاریم، یک لوپ بذاریم. پس اینسرت لوپ رو بزنید و جای کلیک نکنید، بیاید قبل از ترایال. اینجا میشه استارت حلقمون و این انتها میشه انتهای حلقمون. اسمش رو هم میذاریم همون ترایالز باشه. لوپ تایپش رندوم و تصادفی باشه. تعداد ریپیتش، تعداد تکرارش رو من میذارم 1 برای اینکه آزمایشمون رو وقتی میخوایم تست بکنیم طولانی نشه. وقتی اگر قرار بود مثلا 5 تا باشه تعداد تکرارمون، هر کدوم از اون سطرهای مربوط به فایل کاندیشن 5 بار تکرار میشدن. فایل کاندیشنمون رو از اینجا انتخاب میکنیم، ویژوال کاندیشنز. خب همونطور که مشخصه 6 تا دونه پارامتر داره که با اوپاسیتی های مختلف، تعداد دیسترکتور و رنگ محرک هدف شناسایی شدن. 10 تا دونه هم کاندیشن داریم که دیدیم تعداد کاندیشنمون به چه شکلی. پس اینجا حلقمون به اتمام میرسه. ما یک حلقه داریم، منتها ویژگی های محرک ها رو هنوز تعیین نکردیم. یعنی هنوز نگفتیم که محرک هایی که ارائه میدن به چه شکل باید باشن. این ترایال ساخته شد، بعد بریم ترایالز، یعنی اون لوپ تکرارمون ساخته شد، بعد بریم توی روتین ترایال. تو روتین ترایال هنوز هیچی نذاشتیم و کاری که باید انجام بدیم اینه که اینجا ما مشخص بکنیم که محرکامون چیا هستن، دایره و مثلثن، و علاوه بر این قراره این این 10 تا دونه کاندیشن روی نقاط مختلفی از صفحه ظاهر بشن. برای اینکه به سایکوپای بفهمونیم ما به تعداد نقاط روی صفحه نیاز داریم که این محرک‌ها رو قراره روشون اعمال کنیم و ارائه بشن، وقتی که به بخش ترایالمون میریم باید یک مؤلفه جدید رو اینجا اضافه بکنیم. مؤلفه‌ای که اینجا اضافه میکنیم از نوع کد هست که اگر به بخش کاستوم برید توی در واقع لیبل کامپوننت، توی بخش کاستوم گزینه کد رو انتخاب کنید. قراره که به سایکوپای بگیم توی موقعیت‌های مختلفی میخوایم یک سری محرک رو ارائه کنیم. در زبانه بیگین اکسپریمنت میایم و موقعیت‌های مختلفی رو تعیین میکنیم برای اینکه محرک‌ها ارائه بشن و این موقعیت‌ها رو بر اساس مختصات X و Y تعیین میکنیم. مثال میزنم، مثلا میگیم پوزیشن X ما، X محرک‌هایی که قرار ارائه بشن توی این 6 تا دونه
حالتی که من می نویسم ارائه بشم. مثلا منفی 300 منفی 200 منفی 100 0. اینا رو لطفا اضافه کنید بعد توضیح میدم. 200 300 و تمام. پوزیشن x مون این باشه و همین حالت رو برای y هم در نظر میگیریم، یعنی همین تعداد عددی که وجود داره برای پوزیشن y مون در نظر میگیریم. با شروع آزمایش یه متغیری ساختیم به عنوان پوزیشن x و پوزیشن y که موقعیت‌های مختلفی رو بر اساس پیکسل توش مشخص کردیم. حالا کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که این موقعیت‌ها به صورت تصادفی در نظر گرفته بشن و هر کدوم از محرک هامون در این موقعیت‌های تصادفی قرار بگیرن. مثلا از سایکوپای می‌خوایم یه بار بیاد موقعیت منفی 200 رو به عنوان x و 100 رو به عنوان y در نظر بگیره و یه محرک رو بندازه اونجا. بعد پوزیشن مثلا منفی 300 و 0 رو در نظر بگیره و بندازه اونجا. این 0 و 0 که بعدا در ادامه خواهم گفت مرکز صفحه است. این همیشه یادتون باشه. هر چقدر میریم به سمت راست توی محور x اینا میشن این اعداد، هر چقدر میریم به سمت چپ این اعداد میشن و در موقعیت y 0 و 0 مرکز صفحه است. هر چقدر میریم به این سمت اینا میرن به سمت بالا و هر چقدر میریم به این سمت اینا میرن به سمت پایین. پس این حالتیه که باید در نظر بگیریم. و بعد توی زبانه بیگین روتین میخوایم بگیم که این پوزیشن هایی رو که قبلا تعریف کردیم به صورت تصادفی هر بار وقتی که روتینمون شروع شد 2 به 2 در نظرشون بگیم. برای اینکه این کارو بکنیم از تابع شافل استفاده میکنیم. شافل به معنی در هم ریزی. پس در واقع میگیم که پوزیشن x رو به صورت شافل در نظر بگیریم و همینطور همین کار رو برای پوزیشن y هم انجام میدیم. یه بار دیگه برگردم، این دقیقاً اسم متغیر باید همون باشه. اینجا برای اینکه شما خیالتون راحت بشه همین رو میتونید کپی کنید و توی این بخش شافل پیست کنید. خب پس تا اینجا کاری که کردیم یه تعدادی مختصات روی صفحه رو تعیین کردیم. بعدم گفتیم که آقا شما بیاین رو شافل کن. این ساده ترین کدیه که تا الان نوشتیم و برای این آزمایش به کارمون میاد. خب حالا بریم سراغ تعریف محرکامون. اولین محرک که میسازیم محرک فرض کنید هدفمون باشه. اینجا پلیگون نداریم توی فیوریتمون، میریم زبانه استیمولای، پلیگون رو انتخاب میکنیم. اسمش رو فرض کنید اینجا چون هدف رو میخوایم بسازیم، فرض کنید میخوایم دایره ها رو بسازیم، اسمش رو میذاریم تارگت. اینا میشن هدفهای ما. دیوریشنمون رو میذاریم بی نهایت و از بخش شیپ توی زبانه بیسیک این پیشفرض رو به سیرکل تغییر بدیم. میخوایم محرکای هدفمون دایره باشه. برید زبانه لی اوت. توی اینجا ما میخوایم محرکایی که ارائه میشن از نظر ابعاد نسبتاً کوچیک باشن. پس بنابراین با توجه به اینکه مثلا صفحه نمایش این 1366 در یه عدد 1000 خورده دیگه هست، من یادم نیست، یا مثلا 1280 ممکنه نفر باشه، 700 خورده ای. اینا بر اساس این پیکسل هامون رو مشخص میکنیم و میخوایم سایز محرک هدفمون مثلا 20 پیکسل در 20 پیکسل باشه. اینجا واحدهای فضایی رو به پیکسل تغییر میدیم و اندازه محرکمون رو به 20 در 20 تغییر میدیم. پس اینجا محرکی داریم که 20 پیکسل در 20 پیکسل توی یک همچین فضایی. و توی بخش سایز هم میخوایم که سایز اینجا ثابت بمونه. پس اینجا هیچ تغییری رو اعمال نمی‌کنیم. میریم سراغ بخش پوزیشن. با توجه به اینکه دایره های هدف قراره توی اون پوزیشن های خاص انتخاب بشن و قرار بگیرن، پس اینجا ما باید از همون متغیرهای استفاده کنیم که توی کدمون گفتیم پوزیشن x و پوزیشن y. حالا میخوایم محرک هدفمون توی یکی از اون پوزیشن ها قرار بگیره و توی اولین شافلی که اتفاق میفته
محرک هدفمون رو قرار بدیم. پس بنابراین اینجا می نویسیم پوزیشن x اولین شافلش مربوط میشه به محرک هدف، یعنی اولین عدد تصادفی که تولید میکنه این پوزیشن x و y باشه برای محرک هدفمون. پس در واقع میگیم که به صورت تصادفی با هر بار تکرار set every repeat یکی از اون پوزیشن های x و y رو که اونجا داشتی انتخاب کن و بیا این رو قرار بده توی اون موقعیت، این محرک دایرم رو توی اون موقعیت قرار بده. و این نکته هم همیشه یادتون باشه که وقتی که مثلا شما یک برداری میسازید مثل این برداری که اینجا ما داشتیم، مقادیری که سایکوپای به عنوان ایندکس ها یا شاخص های مقادیر انتخاب میکنه از صفر شروع میشن. پس ما اینجا توی محرک هدفمون گفتیم که وقتی اون عدد تصادفی رو تولید کردی اون مقدار اولیش رو به اختصاص بده به این محرک هدف. خب تا اینجا پس قضیه حل. بریم سراغ زبانه اپیرنس. اوپاسیتیمون انتظار داریم که تو همه یک باشه دیگه. پس چون محرک هدف توی همه کاندیشن ها ظاهر میشه به صورت کانستنت، اوپاسیتیش باید یک باشه و اون چیزی که باید تغییر بدیم برای اوپاسیتی مربوط به محرک های غیر هدف یا دیسترکتور. یک قابلیت دیگه ای داره بخش پلیگون سایکوپای که سایکوپای وقتی که یک محرکی رو به عنوان مثلا محرک دایره در نظر میگیره، علاوه بر اینکه درونش رو به عنوان یک فیل کالر در نظر میگیره، یک ارزی رو هم برای این خط دورش در نظر میگیره. ما چون نمیخوایم این حالت تغییرات مربوط به هر دو رو هر بار انجام بدیم، میخوایم کاری بکنیم که این ارز این بشه صفر. پس ما اینجا توی بخش اپیرنس توی متغیر ارز خط ها اینجا مقدار صفر رو قرار میدیم که دیگه نیازی هی نداشته باشیم تغییر بدیم. خب ما یک ویژگی دیگه داریم اینجا. پس بنابراین دیگه لاین ویدث رو که میذاریم صفر، اینجا دیگه بوردر کالرمون معنا پیدا نمیکنه. یک ویژگی دیگه داریم که خود رنگ محرک هدفه. چیکار کنیم که محرک هدف رنگش عوض بشه؟ برگردیم به فایل کاندیشنمون که اینجا دو تا دونه کاندیشن داشتیم، رنگ قرمز و مشکی. پس قراره که رنگ محرک هدف از این متغیر برداشته بشه. من اینجا اینو کپی میکنم و توی بخش فیل کالر چی کار میکنیم؟ میگیم که دلار عین حالتهای قبلی تارگت کالر، رنگ رو از اونجا بردار. رنگ هدف توی حالتهای مختلف ممکنه بر اساس هر تکرار متفاوت باشن. set every repeat رو هم بزنیم. خب تا اینجا پس محرک هدفمون رو ساختیم. یه بار دیگه عنوانش رو گذاشتیم تارگت، شکلش رو گذاشتیم سیرکل، لی اوت اندازش رو تغییر دادیم، پوزیشنش رو گفتیم بر اساس اون متغیری که شافل میشه هر بار انتخاب کن. از نظر ظاهری هم گفتیم رنگا رو برو از اون فایل کاندیشن بخون و ارزش هم گذاشتیم صفر. پس تا اینجا محرک هدفمون ساخته شد. برای اینکه نرم افزار شما اون تکلیفی که نوشتید به خوبی کار بکنه، اول باید این کدهای تصادفی، یعنی اول باید این پوزیشن های تصادفی که انتخاب کردید ساخته بشن. چون اگه اولی متغیر ساخته نشه، بعدن این محرک هدف چون اونجا توش نوشتیم پوزیشن x و y نمیتونه شناساییشون بکنه. پس بنابراین از نظر ترتیبی که این کامپوننت ها رو اضافه میکنید حتما یادتون باشه که کد بالاترین قرار بگیره. اگر مثلا شما اول تارگت رو ساختی، تارگت میاد بالای کد قرار میگیره و چون کد زیره نمیتونه پوزیشن x و y رو بخونه. اگر این اتفاق براتون افتاد کافیه که راست کلیک کنید و موو آپ، موو داون و موو تو تاپ رو انتخاب کنید تا اون بخش کدتون از نظر ترتیب در بالاترین سطح قرار بگیره. خب
پس این توی پنجره بیلدرمون باید یه چنین اتفاقی بیفته. بریم سراغ محرک‌های دیسترکتورمون. برای محرک‌های دیسترکتور 4 تا دونه از این پلیگون‌ها نیاز داریم که هر کدومشون ویژگی‌های متفاوتی رو دارن که از این فایل کاندیشن باید فراخوانی بشه. تا اینجا که خسته نشدید. هر کدوم صدای من هست؟ خیلی خوب. بریم سراغ دیسترکتورها. شروع می‌کنیم یه دونه دوباره پالیگون می‌سازیم. دیوریشنش رو می‌ذاریم باز بی‌نهایت باشه. اسمش رو می‌ذاریم دیسترکتور 1. حواس پرت کنه 1. شکلش رو می‌ذاریم همون تریانگل، مثلث باقی بمونه. اندازه محرک‌های دیسترکتور میخوایم هم اندازه محرک‌های هدف باشه. پس بنابراین اینجا 20 و این طرف هم 20 خواهیم داشت و بر اساس پیکسل. پس این سایز محرک ثابته، قرار نیست تغییر کنه، بر اساس پیکسله و پوزیشنش باید تغییر بکنه. پوزیشن چطوری باید تغییر بکنه؟ ما اگر اونجا برای هدفمون توی بخش لی‌اوت داشتیم پوزیشن اولی رو باید به عنوان موقعیت محرک هدف در نظر بگیره، از اینجا به بعد باید به المان‌های بعدی پوزیشن X و Y اشاره کنیم. پس اینجا توی لی‌اوتمون پوزیشنمون میشه پوزیشن 1 و 1. یعنی برو سراغ پوزیشن بعدی و دیسترکتور 1 رو قرار بده توی اون پوزیشن بعدی. اینجا هم باید set every repeat انتخاب بشه و در واقع میتونیم بگیم که با مشخص کردن این مؤلفه بعدی رو تو اون لیست مختصاتمون اختصاص دادیم به دیسترکتور شماره 1. اسپشیال یونیت رو هم به پیکسل تغییر دادیم. باید بریم سراغ اپیرنس. اینجا توی اپیرنس اتفاقی که برای محرک ها میفته، اولا اینکه رنگ اینا باید خب گفتیم همشون باید مشکی باشه. پس ما رنگ رو اول ارز رو من بذارم 0 که نیازی به تغییر این نداشته باشم، ولی حالا برای اطمینان هر دو رو تغییر میدیم. فیل کالرمون رو باید بذاریم بلک. اوکی، این طرف هم بلک. پس رنگ چیزی نیست که تغییر بکنه. پس برای هر دو تا رنگ مشکی رو انتخاب میکنیم. منتها اون ویژگی که باید اینجا تغییر بکنه و فراخوانی بشه از قابلیت اوپاسیتی باید استفاده کنه و ما میگیم که هر باری که تکرار میشه بیا و مثلا اوپاسیتی 1 رو بردار از اون فایل. اوپاسیتی 1. پس بنابراین این اوپاسیتی 1 رو از اینجا میاد به صورت تصادفی، اگر که توی حالتهای مختلف باشه برمیداره. یعنی یه بار ممکنه اینو برداره، یه بار ممکنه اینو برداره. پس بنابراین به صورت تصادفی با هر بار تکرار اوپاسیتی این باید تغییر بکنه. خب اوکی رو میزنیم. خب ما باید برای همه دیسترکتور هامون این مراحل رو از ابتدا بریم. واقعیتش اینه که قابلیتی داره به عنوان کپی که شما میتونید محرک‌هایی که ساختین رو به راحتی کپی پیست کنید و فقط قابلیت‌ها و پراپرتیزشون رو تغییر بدید. اینجا من دیسترکتور رو ازش یه نسخه کپی میگیرم و قراره که دیسترکتورهای بعدی رو بهش اضافه کنم. اینجا پیست میکنم دیسترکتور رو، اسمش رو میذارم دیسترکتور 2. دقیقا همون حالت ها برای زبانه بیسیک وجود داره. دیوریشنمون اینفینیته، شیپمون تریانگله. توی لی‌اوتمون اینجا پوزیشنش میشه پوزیشن 1 ببخشید 2، پس میشه پوزیشن 2. set every repeat مثل قبل، اندازش هم که مثل قبله. یعنی در واقع تنها کاری که کردیم اینه که پیست کردیم محرک دیسترکتور اولیه‌مون رو و فقط اوپاسیتی
و پوزیشنش رو تغییر دادیم. پس اینجا توی بخش اپیرنس اوپاسیتیمون رو هم باید بذاریم اوپاسیتی 2 که هر بار بره به صورت تصادفی اوپاسیتی 2 رو از اون ستون ها انتخاب کنه. اوکی رو بزنیم. پس ما دیسترکتور 1 و 2 مون اینجا کامل شد. همین رو دوباره پیست میکنیم به اسم دیسترکتور 3. اوکی، روش که کلیک بکنید پنجره تغییراتش باز میشه. لی اوت اینجا میشه 3. و توی اپیرنس اوپاسیتی رو باز به 3 تغییر میدیم. set every repeat برای هر دوتا، هم برای پوزیشن و هم برای اپیرنس اوپاسیتی. اوکی، 3 تا دیسترکتور تا اینجا داریم. خب تارگتمون، اجازه بدیم کدمون رو یه بار دیگه نگاه کنیم. تارگتمون میاد موقعیت مثلا یکی از اینا رو میگیره، موقعیت 0. دیسترکتور 1 میاد یکی دیگه از موقعیت ها رو میگیره. دیسترکتور 2 میاد یکی دیگه از موقعیت ها رو میگیره و دیسترکتور 3 میاد یه موقعیت دیگر رو از بین اینها به صورت تصادفی میگیره. یه دونه دیسترکتور دیگه هم داریم اضافه میکنیم اینجا. پیست دیسترکتور 4. از 4 تا محرک حواس پرت کن که لی اوتمون اینجا میشه پوزیشنش 4. مجددا set every repeat appearance opacity 4 و اوکی. خب تا اینجا پس چیکار کردیم؟ یه دونه اینستراکشن ساختیم، ما موس کلیک کنه، ترایالمون رو ساختیم، موقعیت ها رو مشخص کردیم، شافل کردیم، گفتیم که به صورت تصادفی قرار اینا رو ارائه بکنیم و بعد محرک های هدف و همینطور 4 تا دیسترکتورمون رو ساختیم. حالا اتفاقی که میفته اینه سایکوپای میاد سراغ اینا، یه بار این کاندیشن انتخاب میکنه، میگه خب رنگ بلکه، اوپاسیتی همشون یکه، پس همشون رو به صورت ظاهری نمایش میده و توی یکی از اون موقعیت هایی که به صورت تصادفی انتخاب کرده ظاهر میکنه. اینجا گزینه سیو رو بزنید، منتها ران رو تا برای این مرحله نباید بزنید به خاطر اینکه هنوز ما پاسخ شرکت کننده ها رو ثبت نکردیم. چند نفرتون تا الان با من همراه شدین و اجرا میکنین رسیدین تا این مرحله؟ این مدل تکلیف به دلیل حالا ممکنه در نگاه اول پیچیدگی هایی که داشته باشه نیاز باشه که چندین بار اون رو انجام بدیم. پس حتما دوستانی که حالا اینجا همراه نشدن ویدیو رو چند بار باید ببینید تا بتونید چنین آزمایشی رو به راحتی بنویسید. خیلی پس ما قرار نیست که فعلا کلیدی رو قرار نیست که برنامه رو اجرا کنیم. توی این مرحله میخوایم که پاسخهای موس رو مشخص کنیم. پاسخهای موس ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه که فقط باید معطوف به تارگت ها باشن. یعنی باید شرکت کننده بره با موسش موس رو حرکت بده توی پوزیشن تارگت رو دید کلیک بکنه. چیکار میکنیم؟ یک مؤلفه موس، یک کامپوننت موس اضافه میکنیم. اسمش رو میذاریم همون اسم پیشفرض موس باقی بمونه، باش کاری نداریم. دیوریشن رو هم خالی میذاریم هر وقت تونست پاسخ بده. یک بخشی اینجا وجود داره end routine on press. توی بخش اینستراکشن ما گفتیم که هر کلیکی رو اینجا میتونه بپذیره و توی دیتا هم گفتیم که نیازی نیست اصلا چیزی رو ذخیره کنیم. منتها اینجا ما نیاز به پاسخهای معتبر داریم. پاسخهای معتبر اگر نیاز داشته باشیم باید گزینه valid کلیک رو اینجا انتخاب کنیم. گزینه valid کلیک رو انتخاب کنیم. valid کلیک اینجا چیه؟ کلیک هایی که مربوط به محرک های هدفن. پس بنابراین کلیک بل استیمولای ما
میشن کدوم محرک ها؟ عنوان محرک هدف. هر عنوانی که برای محرک هدف انتخاب کردیم باید اینجا بذاریم. پس بنابراین این میشه تارگت. ولید کلیک ما فقط معطوف به محرک های هدفن. این تیک نیو کلیک هم که براتون توضیح دادم، تیک رو هم حتما مطمئن بشید که فشار داده شد. خب این یعنی چی؟ یعنی این که فقط کلیکی پذیرفته میشه که روی محرک هایی باشه که اسمشون هدفن، یعنی اونا به عنوان پاسخ های معتبر شناخته میشن. هر کلیکی که هر جای دیگه شرکت کننده فشار بده در واقع نادیده گرفته میشن. یه نکته اینجا هست، شما ممکنه بخواید مثلا کلیک های روی دیسترکتور یا جاهای دیگر هم یا محرک های دیگر هم در نظر بگیرید. ما اینجا توی این تکلیف واقعا به چنین چیزی نیازی نداریم، اما اگر کسی خواست میتونه با علامت کاما محرک های مختلف دیگر رو هم انتخاب کنه. فقط کافیه مثلا بنویسید دیسترکتور 1، یعنی اون رو هم به عنوان کلیکبل انتخاب بکنید. ولی ما اینجا هدفمون فقط محرک های هدف هست، پس بنابراین فقط تارگت رو انتخاب میکنیم. خب آیا کارمون اینجا تموم میشه؟ نه، ما نیاز داریم که دیتا رو هم ثبت کنیم. برید زبانه دیتا. ما کدوم حالت از موس رو باید سیو بکنیم؟ اینجا نوشته شده فاینال. ما باید حالتی رو سیو بکنیم که به عنوان کلیک شناخته میشه. پس بنابراین اینجا گزینه آن کلیک رو انتخاب میکنیم و انتظار داریم که به محض اینکه کلیک کرد اون حالت موس ذخیره بشه. یک بخش دیگه هم داره توی زبانه دیتا که میتونید پارامترهای مختلف رو برای موس انتخاب کنید. مثلا اینجا اسمش انتخاب شده که در واقع همین نیم موس، یعنی اگر شما پاسخهای موس متفاوتی داشتید میتونستید اسامی متفاوتی رو هم ذخیره کنید. یعنی مثلا ممکنه 2 تا پاسخ موس توی این بخش روتینمون می‌داشتیم، در این صورت میتونستیم بگیم که خب نیم رو هم ذخیره کنیم. ولی واقعا به خاطر اینکه خود دیتا اسم مؤلفه‌ای که الان اینجا به عنوان موس اضافه خواهیم کرد رو می‌نویسه توی ستون‌های دیتای نهایی، این اضافه است، یعنی میتونیم این رو حذف کنیم. چیزی که میخوایم پوزیشن در واقع کلیک هست که با این کلید واژه اینجا این رو میتونید اضافه بکنید. پس ما در واقع داریم اینجا میگیم که چه اطلاعاتی رو میتونه توی فایل دیتای ما ذخیره کنه. که 2 تا انتخاب کردیم، یکی موس، یکی هم پوزیشن. خب فکر میکنم که تا اینجا اتفاقی که افتاده اینه که تقریبا همه آزمایش کامله، منتها ممکنه نیاز داشته باشیم به یک ISI. من اینجا یه ISI هم اضافه میکنم که دیگه ISI هم میذارم مثلا 1000 میلی ثانیه، اسمش رو میذارم ISI 1000. فاصله بین محرک ها 1 ثانیه. از علامت تثبیت استفاده میکنم به عنوان ISI. رنگش رو هم میذارم، این هم میذارم 1 ثانیه، دیوریشن 1 ثانیه. نیم ISI و رنگش هم به خاطر اینکه بقیه محرک ها مشکی بودن اینجا مشکی در نظر میگیرم و موقعیتش هم که توی مرکز صفحه است. پس ISI ما کجا قرار میگیره؟ بعد از ترایال. و به این ترتیب این دیاگرام نهایی آزمایش امروز ما خواهد بود. چیزی شبیه همه اون آزمایش‌هایی که تا الان نوشتیم. اگر که همه چیز درست پیش رفته باشه و ما توی نامگذاری متغیرها خطایی نداشته باشیم، امیدواریم که این ماجرای ویژوال سرچ رو بتونیم قشنگ اینجا ببینیم. بریم ران رو بزنیم. خب پارتیسیپنت مثلا 12. click the circles, click to start. من کافیه که
کلیک چپ رو فشار بدم تا آزمایش شروع بشه. خب بعد ببینیم که چه خطاهایی داریم اینجا. الان پوزیشن نگاه کنید، الان یه خطایی که اینجا اتفاق افتاده و بعد خیلی به این ویژگی ها ببین. الان من وای این رو به خاطر اینکه کیس سنسیتیو هست توی شافل پوزیشن وای کوچیک نوشتم و این خطا رو داره سایکوپال رانر به من میده. به همین دلیله که من میگم کپی کنید متغیر. الان اینجا پوزیشن وای باید با حرف بزرگ باشه. اوکی رو میزنید. اوکی کلیک تو استارت. خب الان این موقعیت مرکز سفر اگر در نظر بگیرید این میشه 0. موقعیت 0 و 0 اومده 300 تا حالا مثلا فرض کنید رفته جلو، 100 تا رفته بالا. اینو تصادفی انتخاب کرده و هر کدوم از اینا رو گذاشته توی اون موقعیت‌های تصادفی و یکی از کاندیشن ها از اون 10 تا کاندیشن رو اینجا ارائه کرده. من برم روی این کلیک کنم، ترایال بعدی شروع میشه. باز دوباره پوزیشن های مختلف با 3 تا دونه دیسترکتور. اینجا رنگ بلک با یه دونه دیسترکتور. اینجا میگردم دوباره. شما میتونید تعداد البته که باید تعداد دیسترکتورها توی آزمایش‌های واقعی بیشتر باشه. و همونطور که میبینید پوزیشن قرارگیری محرک‌های ما توی همون بازه که تعیین کردن. یعنی اگر من بازه رو بست یافته تر در نظر میگرفتم ممکن بود اینجاها هم محرک ببینید. من دوباره کلیک کنم محرک هدف. اینجا اون حالت ساده ترین، یکی از ساده ترین حالت هاست. باز مجددا حالت ساده. اینجا 4 تا دیسترکتور، یه دونه هدف، 10 تا کاندیشن به اتمام رسید. پس بنابراین یک آزمایش ویژوال سرچ رو با استفاده از دریافت پاسخ‌های مکانی موس تونستیم امروز بنویسیم. حالا کار جالب دیگه هم میشه کرد. مثلا میشه کار کرد که به محض این که رفتیم روی محرک هدف کاری کنیم که طرف شرکت کننده بفهمه که بالاخره موسش الان روی محرک هدفه. دیدیم وقتی من میرم روی این از نظر ویژگی های ظاهری هر کدوم از اینا تغییر میکنن. میخوایم یه کاری کنیم که وقتی مثلا رفت روی تارگت این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید میخوایم اندازش رو یکم بیشتر کنیم. خب برای این کار بکنیم میتونیم از مؤلفه باز دوباره کد استفاده کنیم. من یه تیکه کد خیلی کوچیک اینجا اضافه میکنم. توی بخش کاستوم برید، کد رو اضافه کنید. با توجه به این که قرار هست موس رصد بشه و در هر لحظه، در هر بار که صفحه رفرش میشه این اتفاق بیفته، چون قراره که ما ببینیم موس رصد بشه و وقتی که رفت مثلا روی تارگت، این تارگت از نظر ویژگی های ظاهری تغییر کنه. بیگینرز اکسپریمنت مال وقتیه که آزمایش شروع میشه، ما یه سری متغیر میخوایم توش ذخیره کنیم. بیگین روتین مال ابتدای روتینه. برای هر فریم، یعنی هر بار که صفحه رفرش میشه، ما میخوایم این قابلیت بررسی بشه که آیا موس روی تارگت هست یا نه. اگه روی تارگت بود اندازش رو بزرگتر کن، اگر بیرون تارگت بود اندازه به همون حالت قبلی خودش باشه. اینجا از دستور ایف استفاده میکنیم. میگیم اگر تارگت هامون، این اسمی که من اینجا استفاده میکنم اسم همینیه که برای محرکت، اگر تارگت هامون شامل موس بود، شامل مؤلفه موس بود، این موسی هم که اینجا می نویسم همون اسمیه که انتخاب کردم برای مؤلفه موسی که اون پایینه اینجا نویسم. اگر هدف موس رو در بر گرفت چیکار کن؟ سایز تارگت رو تغییر بده. تارگت نقطه سایز قبلا چند بود؟ 20 بود. مثلا میخوایم بشه 50 و 50، یعنی از نظر پیکسلی اندازه هدف وقتی موس رفت روش بشه 50-50. اگر اتفاق افتاد سایز رو تغییر بده. اگر نبود، یعنی اگر تارگت else،
اگر تارگت شامل موز نبود بذار همون 20 باشه. تارگت سایزمون رو بذار همون 20 باقی بمونه. خب target size if contains mouse if targets contains mouse target size رو بذار 50 در غیر این صورت target size اون رو بذار 20 و 20. این کدیه که بعد اینجا بنویسیم. if target contains mouse دو نقطه target size مساوی 50 و 50 و در غیر این صورت target size مساوی 20 و 20. خب بذاریم که چرا این سینتکس رو خطا میده. همه چیز درست دادیم، چیز خاصی که ما تغییر ندادیم. کسی میتونه خطای این کد رو پیدا کنه؟ if targets contain mouse target size 50-50 contains بود کلید واژه‌ای که استفاده میشد contains بود. نه مشکل از این نیست. بذارید یه بار اوکی کنم. یه بار دیگه من کد رو بنویسم. remove کد 2 h frame تارگت همون که درسته با همون کلید واژه target contain mouse target size مساوی با مثلا 50 تا 50 yes. target size 20. این کد هیچ مشکلی نداره. نمیدونم شما بچه ها نوشتین یه همچین چیزی رو؟ نه کانتینز درسته. else مساوی جالبه. این targets contains اوکی. شما خودتون بعدا اجراش بکنید. من نمیدونم این نسخه چرا به یک همچین چیزای خیلی کوچیکی ایراد میگیره، ولی این کد رو بعدا خودتون اجرا کنید و ببینید که هر باری که روی محرک میرین ممکنه که از نظر هر ویژگی که یعنی دوست دارید رو شما میتونید توی محرک‌های هدفتون تغییر بدید و اعمال کنید. خب من یه بار دیگه اجرا کنم. نباید قاعدتا اون کد رو ایراد میگیره. each frame
target size else target size مساوی پیس. خیلی خوب، مثال خیلی، ولی خودتونم امتحان کنید. خب پس اینجا آزمایشمون به اتمام میرسه. من طبق وعده‌ای که داده بودم میخوام کمی راجع به واحدهای فضایی توی سایکوپای حرف بزنم. چند دقیقه نمیدونم توی این نسخه چه تغییراتی دادن، شما خودتون یه چند باری امتحان بکنید ببینید که این نسخه آخر یکم متفاوته. امتحان کنید ببینید که چه ایرادی ممکنه داشته باشه، ولی همین کد از نظر ساختاری و سینتکس هیچ مشکلی نداره. باید برید توی ایچ فریم و اون چیزی که گفتم رو اضافه بکنید. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم. من طبق وعده‌ای که داده بودم جلسه بعدی رو گذاشتم برای اینکه چطور از شرکت کننده ها فیدبک بگیریم. پس بنابراین اون رو میذاریم برای جلسه بعد فردا، و امروز ادامه جلسه رو اختصاص میدم به واحدهای اسپیشیال یا واحدهای فضایی که توی آزمایش مختلف ممکنه به کارتون بیاد. پس در حد 2-3 دقیقه استراحت داریم و مجددا برمیگردیم. سلام مجدد. صدای من میاد؟ خیلی ممنون.
معمولا در استفاده از محرک هایی که قراره توی اندازه های مختلف یا موقعیت های مختلف فضایی قرار بگیرن از تعدادی واحد فضایی استفاده میشه و همونطور که دیدید توی زبانه لی اوت محرک ها میتونیم این واحد های فضایی رو تغییر بدیم. من این جلسه میخوام مهمترین اونها رو بهشون بپردازم و بگم که چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. یک ویژگی خیلی خاصی که در رابطه با سایکوپای وجود داره اینه که برخلاف اون تصوری که وجود داره توی حوزه برنامه نویسی و علوم کامپیوتری، بر اساس اون استانداردها از نظر موقعیت‌های مکانی محرک‌ها در نظر گرفته نمیشن. مثلا ما توی تقریبا تمام ابزارها داریم که موقعیتی که به عنوان موقعیت 0 و 0 در نظر میگیره اون برنامه یا نرم افزار، این موقعیت بالا و سمت چپ، یعنی یا اینجا رو به عنوان 0 و 0 به عنوان مختصات 0 و 0 در نظر میگیره یا این موقعیت رو. توی سایکوپای ماجرا کم فرق میکنه و موقعیت ابتدا و مبدأ توی سایکوپای اینجاها نیست و بلکه همونطور که گفتم امروز هم اشاره کردم مرکز صفحه به عنوان نقطه مبدأ مختصات سایکوپای در نظر گرفته میشه. پس این یکی از ویژگی‌های متفاوت هست نسبت به بقیه مواقع، بقیه کارها. پس بنابراین وقتی که همونطور که گفتم به سمت راست میریم، در واقع داریم به سمت مقادیر مثبت میریم و به همین ترتیب برای سمت چپ مقادیر منفی، پایین مقادیر منفی و بالا هم مقادیر مثبت رو داریم. پس این ویژگی هستش که توی سایکوپای وجود داره و همینطور باید به این نکته توجه کنید که مثلا وقتی که واحدهای مختلفی رو برای محرک‌های مختلف انتخاب می‌کنین توی بخش لی اوت، یونیتتون رو که تغییر بدین، برای همه ویژگی‌های دیگه اون محرک بر اساس این یونیت مقادیر در نظر گرفته میشن. یعنی اگر مثلا من اینجا یونیت رو پیکسل در نظر بگیرم، پوزیشنش ایکس و وایش بر اساس پیکسله، سایزش بر اساس پیکسله. پس بر اساس اون ویژگی که استفاده میکنید همه ویژگی های محرک تغییر میکنه. و یک نکته دیگه هم باید یادتون باشه اینه که تو تغییر دادن واحدهای فضایی باید به این نکته توجه کنید. توی تغییر دادن واحدهای مکانی یا فضایی به یک نکته باید توجه کنید که یکی از راههایی که میتونه باعث سردرگمی بشه توی آزمایش‌های مختلف. مثال بزنم، مثلا اگر شما پوزیشن رو اینجا فرض کنید 20 در نظر بگیرید، پوزیشن رو اینجا بذارید من اون طرف تایپ بکنم بنویسم شاید بهتر باشه. فرض کنید پوزیشن رو توی بخش پوزیشن نوشتید پوزیشن 20 و 0. اگر یونیتی که انتخاب کردید، واحدی که انتخاب کردید از نوع پیکسل باشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که از اون نقطه مرکز به اندازه 20 پیکسل، یعنی یک مقدار خیلی کم ناچیز، برو به سمت راست مرکز صفحه. اما اگر همین پوزیشن رو داشته باشین، یعنی 20 و 0 رو داشته باشین، ولی یونیتتون رو مثلا نرم انتخاب کرده باشین، چه اتفاقی میفته؟ واحد نرم کل صفحه رو به اندازه 1:1 در نظر میگیره. یعنی این کل صفحه واحد 1 اینجا هست، 1 هم اینجا هست. و اگه پوزیشنتون باشه 20 در 0 و نرم رو انتخاب کرده باشید، یعنی دارید به سایکوپای میگید که این 20 از این واحدها بره به سمت راست، یعنی اصلا محرک دیده نمیشه. پس برای همین خیلی مهمه که کدوم یکی از این واحدها رو انتخاب بکنید.
یا اگر مثلا همین نرم رو در نظر بگیرید، فرض کنید اینجا مثلا واحدمون رو نرم انتخاب کردیم، سایزمون رو گذاشتیم نیم و نیم، یعنی 1/2 گذاشتیم این سایز ما باشه. با توجه به اینکه انتظار داریم اینجا نیم باشه، پس به اندازه عرض و به اندازه ارتفاع، نصف عرض و نصف ارتفاع محرک اینجا ارائه میشه اگر نرم باشه، یعنی نصف اینو در نظر میگیره، نصف اینم در نظر میگیره و محرک رو میندازه اون وسط. پس اگر سایز این باشه و واحدمون نرمال باشه، یک چنین شرایطی رو داریم. انواع مختلف وجود دارن، از جمله پیکسل که احتمالاً باهاش آشنا هستین. ساده ترین واحدی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره و کاملا قابل درکه و مشخصه که به هر کدوم از این نقطه هایی که روی صفحه نمایش وجود داره ما میگیم پیکسل. و بنابراین وقتی که پیکسل رو انتخاب میکنید، سایزهای مختلفی رو در نظر میگیریم، میبینیم که به اندازه همون تعداد نقاط، مثلا ما اینجا دایره 20x20 در نظر گرفتیم، به تعداد 20 پیکسل در 20 پیکسل دایره‌مون ترسیم شد. منتها یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره و بهتره که رعایتش بکنید اینه که اگر قرار از سایکوپای استفاده کنید، استفاده از پیکسل میتونه مشکل ساز باشه از جهاتی. یکی از معایب استفاده از پیکسل برای ارائه اندازه محرک‌ها اینه که مثلا همونطور که من گفتم صفحه نمایش من ممکنه یک ابعادی رو داشته باشه، ولی صفحه نمایش یه فرد دیگه ابعاد دیگه رو داشته باشه، مثلا 700 خورده‌ای در 500 خورده‌ای باشه، این 1300 خورده‌ای در 1000 خورده‌ای. پس پیکسل ها از نظر اندازه‌ای ممکنه روی یک سیستم 20x20ش اینقدر بشه، روی سیستم دیگه اینقدر بشه اندازه محرک هدف. خب این چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ مشکلی که ایجاد میکنه اینه که آزمایش شما بعداً دیگه تکرار پذیر نمیشه، به خاطر اینکه شما معیارتون رو گذاشتید پیکسل روی یه صفحه نمایش و فقط روی همون صفحه نمایش قابلیت تکرار داره و ممکنه روی صفحه نمایش دیگه با اندازه های دیگه قابلیت تکرار نداشته باشه، به خاطر اینکه ویژگی های بصری محرک کاملا از نظر پیکسلی با هم دیگه متفاوت میشه. پس مزیتش اینه که خیلی دقیق میشه اندازه رو مشخص کرد و عیبش هم اینه که ممکنه که تکرار پذیری تو مطالعات مختلف وجود نداشته باشه. نکته دیگه ای که وجود داره راجع به استفاده از واحدهای مکانی، استفاده از نرمه. اگر توی بخش یونیت نرم رو انتخاب کنید، همونطور که گفتم یک همچین، اگر صفحه رو کامل اینطوری در نظر بگیریم، یه همچین چیزی خواهید داشت که ارتفاع اینجا ارتفاع به واحد 2 هست و عرضش هم به اندازه 2. مرکز صفحه نقطه 0 و 0 و وقتی که واحد اندازه گیریتون توی این وضعیت باشه و بگید که محرکی که من میخوام ارائه کنم از نظر اندازه میخوام باشه 1 و 1، چه اتفاقی براش میفته؟ با توجه به نرمال سازی که اتفاق میفته توی اندازه، معمولا ما میدونیم و میبینیم که صفحه های نمایش از نظر ارزی نسبت به طول بلندتر هستن. میاد و این عدد 1 و 1 رو برای x و y به صورت نرم شده قرار میده، به طوری که تا اندازه ای عرض نسبت به طول بزرگتر خواهد بود. یعنی این مستطیلی که من اینجا کشیدم حاصل اندازه 1 و 1 در وضعیت نرمال، یعنی نرمال سازی میکنه اندازه رو و بسته به اینکه طول صفحه چقدر
باشه و عرض صفحه چقدر باشه اون رو به نسبت تغییر میده. پس این یک محرک با سایز 1 و 1 میشه توی حالت نرم. این نکته رو باید در نظر بگیر. پس در واقع نورمالایز میشن دیگه اعداد. و هر چقدر الان مثلا من اگر بخوام این نقطه رو در نظر بگیرم، این میشه نقطه -1 و 0. xش -1 که وایش هم که 0. یا این نقطه رو اگر بخوام در نظر بگیرم، این میشه این نقطه 1 و 1. حالا چرا عرض 2 و ارتفاع هم 2؟ به خاطر اینکه اینجا 0، این طرف -1 داریم، این طرف -1. پس بنابراین عرض اینها و ارتفاع اینها میشن 2. این یکم ممکنه سردرگم کننده باشه، ولی اگر از نرم استفاده بکنید، مشکلاتی که در رابطه با پیکسل وجود داشت مسئله خاصی رو ایجاد نمیکنه. پس بنابراین توی وضعیت نرم ما انتظار داریم که اگر سایز رو بذاریم 1 و 1، یک مربع ببینیم، منتها مربع نمیبینیم، یک مستطیل میبینیم و این بسته به نرخ و نسبت طول و عرض صفحه نمایشه که اتفاق میفته. و ویژگی دیگه هم که وجود داره در رابطه با سایز دیگه که توی این حالت این اتفاق برش میفته. دیگه من مورد خاصی در رابطه با نرم به نظرم نمیرسه. بهتره که توی آزمایش هاتون از این ویژگی استفاده بکنی و به جای اینکه پیکسل باشه تا تکرار پذیری مطالعتون رو توی سیستم های عامل مختلف افزایش بدید. دیگه من چیزی فعلا برای جلسه امروز به ذهنم نمیرسه. امیدوارم که خسته نشده باشید و تونسته باشین این آزمایش رو با من همراهی کنید و این تکلیف جستجوی دیداری رو با هم بنویسید. حالا شما میتونید از محرک‌های تصویری، محرک‌های چهره‌ای استفاده کنید برای اینکه یک نوع تکلیف جستجوی دیداری. نه، فردا هم یه جلسه دیگه هم هست. فردا جلسه ایه که توی اون میخوایم در رابطه با پرسشنامه ها و مقیاس های لیکرت، خیلی بیشتر کاربردهای روانشناسی داره، میشه توی حوزه روانشناسی ازشون استفاده کرد. و در واقع این عنوانی که ذکر شده برای دوره طراحی آزمایش رفتاری و شناختی، میخوایم فردا اون بخش رفتاری و پرسشنامه‌ایش رو انشالله پوشش بدیم. خدا قوت همگی. ممنون از همه دوستانی که تشکر از شما. ممنون از شما.